Hello guys, today we're gonna react to Sajjad Shah's new release, new music video and with Dari TK داریوش توکل. سلام بچه ها، این دومین ویدئویی که دارم ضبط میکنم و امروز میخوام ترک تسلیت، چون داریوش رو خیلی دوست دارم، ترک تسلیت شاهی رو گوش کنم با داریوش. شنیدم که دیسه بچه های شمال مازندران ببینیم که چطوره. Let's go. شب شده روزیم، شب شده روزیم، شهر شده سوتی، جنگ شده دوجی، ولی نگاه چاقال در حال یوزیم، دختر چشات معصوم فرگیب. داریوش always در حال یوز. لشتر امام، ملت لشتر امام، تنگ کردم رئال فلای تر امارات، گنگ ترمانی، گنگ ترمانی، گنگ ترمانی، گنگ ترمانی. امروز زرم دست شرم لاتی، پس سنگم داریم، پیشوندمون آقا پس و نداریم. زنگ زدم به خطت فسفرم داری، بیته به تا شیله ترک کرکس و شاین، زخمی دم کیر تو به شد تو بهتاش واقعا حرف نداره بیتاش بنظرم. خیه زنش رفیق سمیمیم سنگ شده دلش، نگاهیدم سم شده به چش، هرکی هم تک خوره جمع کنه بره. پیدا دور و ورمون نمیشه سر و کلشون، وقتی خوردم زمین دیدم خندشونو، حریفم تکی همشونو، چاقالا میندازن طلا ننشونو. یه چیزی که من بعد مهاجرت بهش رسیدم اینه که یه دایره خیلی امن اگه تا 30 سالگی تا یه سنی بر خودت ساختی و اونا آدمایی هن که بهشون تراست داری، that's it دیگه. از اون به بعد زمین بخوری بقیه خوشحال میشن، پس فاصله بگیر. نظر منه، شاید بقیه جور دیگه فکر کنن. کلماتم میشه تو مغزتون تلپورت، بلدم داشت تلق و انقدر کشیدم شده هده پر، تو رو میخندی و ازم ولی داری دل پر، عکس کیرم یهو در میاد کانر مگرگور. مگه دریک نبود؟ مگرگور فکر نمی کنم. فلو زدن ترسناکه، بدخوام بدحاله، خودم پرکارم برعکسش دافم کم کاره، هشدار میده لفظام بد چیزی در نیومد از ساینت، میشه سوراخ چونت یهو قد همساینت، قتل عام می اوه بلاده. اصلا اینا موقعی که این هنساینو شروع کردن نشون دادن، حالا بی رو درسته باید اینجوری نشون بدیم، ولی احتمالاً هم یه استراتژی بوده، اما همون اول شروع کرد آدروید روشون گرفتن. یه همسایه که تو ایران یه همسایه نشونه خوبی نیست. کنم قلمم خون میاد، بیتام رو دیوار منطقت کوریا، کس مسیج بهم میده سجاد زود بیا. بیتای سجاد شاهی رو دیوار منطقه. بیت چیه؟ کسه به مسیج میزنه زود بیا. اینو رو دیوار می نویسن. شعرهای سورنا رو که نمی نویسن، شعرهای بهرامو که نمی نویسن، شعرهای سجاد شاهی که کسه به مسیج میزنه زود بیا رو دیوار می نویسن. بعد داداشمون میاد سورنا رو مسخره میکنه، میگه من چی نمیفهمم. خب این دیگه چیه؟ این یعنی چی؟ قطعا شعر تو رو نمی نویسن رو دیوار، چون شعر نیست. هایپ موزیک باحاله، رپ اینجوری هم باحاله، منم دوست دارم. رو دیوار منطقه هیچ کس شعر سجاد شاهی قرار نیست باشه. نمیچربید دیگه چربش کنید کونیا. کف تهران، کف تهران داری حرف نداره. تیکه سجاد شاهی داری تیکای همیشه فیلیک بودن رو لرد کینگا، آره موام بوره کپا کینگا، خودم نمیخواستم بخونم باز موهای داریوش کجاش بوره؟ کپ وایکینگا بعید میدونم. خدا میخواست کونی فاز گتریا، سفید سایش قوی شده شمالیا، شما کجا
حدیث مستقیم داشتیم به کاگان و یوزر عزیزش و هیپوپولوژیست و بچه‌هایی که کیت میلان خدایی فرست مال داریوش بود. کیت میلان بقیه باز اسکی رفتن کیت میلان پوشیدن، ولی کیت مستقیمه دیگه. سفیستوی و این باحاله. این که سفیستوی میگه قوی شده شمالیا، به نظر من یه اتفاق خوبیه، چون یه مدت طولانی بود فقط پوری و هیپوپولوژیست بودن و فقط رپ توی شمال بود و اینکه چند تا ساید مختلف بشه، جنوب، شمال، تهران، کپیتال، به نظر من باحال. این حداقل میشه مثل رپ آمریکا، هرچند خیلی چیزای رپ فارسی مثل آمریکا نیست. حالا مثلا آدرویت میاد میگه که همه کپن، واقعا همه کپن، خود آدرویت هم کپه، چون خود آدرویت هم بیاد اینجا بره. این اتفاق بر من افتاده، خواهی بری بستنی بخری تو جیب یارو مثلا 11 شب یه کلتو میبینی جفت میکنی، و این چیزی نیست که تو ایران دیده بشه، صدای شلیک بیاد از 100 متری شب، تخمشو نداری اینجا تو خیابون راه بری و همه کپن و اینو با خودشون هم بپذیرن. مثلا شاهی که گنگستر نیست که، میدونی چی میگن، فقط روخشونو میسازن و اینم متاسفانه مدیای جدید این شکلیه دیگه. کلاسیک تر گل دیده است، مفتتون گرون شده دوزاریه، سر برس تو پیپل دلار میاد، میکشم تعصب برج میلاد، آب کسه انقدر میخواد سومالی است، میگن داری چی از جون جز میخواد، چقدر خلاف کردم با ما دوز میخواد. خلاف کردن با داریوش خدا وکیلی دوز میخواد دیگه. هر کسی نمیتونه اونجوری خلاف بکنه و بره کمپ و کار هر کس نیست. قدرت کرده منو تسخیرم، نگاه معلومه از تصویرم، اگه لاتیش کنی با یه دونه تصمیم، شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت. الان وقت اونجایی که میگه زمین زمین ننت واسه تسلیت، یهو بک وکال میگه سلام خاله. بال بود. تصفیه است، میبینم استرس داری خراب وضعیتت، اگه با من بچی با یه دونه تصمیم، شب زمین زنیم ننت واسه همیشه چیز تیز همرام، همش تیمم بام، شیکاگو شده تهران الان خودم کینگم بان، رو هوام انقدر رو مواد بسم جون درات، بیشی شود را 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 تیرا تو تنا، ببین داشت لایه این کلمات دارم چی برات. این فلو رو دوست داشتم، باریکلا. آقالا همارمو میخوان نیستش کیرما، رفیقت تو محلش مشخورد نداشت جیگر داشت بیرحما، میزدمش میخورد ازم بی هوا، هنو گوش میده اکیب کوش، دافه میگه جون سجاد دوست دارم بریز توش، منم خوردم جوز اگه بچه داشه میشم لوز، مثل توی کون تبهکار پیشمه کف سفیست و یک کف خون، الان بچه مایم فقط دارم کشتی کم، نمیخورید پولی خیابونی لفظی نه، با صدا مرزا میشن کسا نزدیکم، این مرد کونیا نمیشن نزدیکم. ببینید سورنا بده، تجرشایی هم میده، نزدیکم خیلی خفنه. قدرت کرده منو تسخیرم، نگاه معلومه از تصویرم، اگه لاتیش کنی با یه دونه تصمیم، شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت، الان وقت تصفیه است، میبینم استرس داری خراب وضعیتت، اگه با من بچی با یه دونه تصمیم، شب زمین زنیم ننت واسه به نظر من ترک قوی بود، مخصوصا داریوشش. کلا وزن بیتای آلبومش بیشتر بود به نظرم نسبت به سولوهاش. من خودم ترکش با فتایی دوتا تی و ترکش با داریوشو خیلی بیشتر ریپیتبل تره برام. داریوشو که خودم خیلی دوست دارم، بایست اصلا نظرم نسبت بهش، ولی این بود ترک تسلیت از سجاد چایی و داریوش تیکه چاکس.